سلام یه مسابقه باحال داریم امروز. قراره که نقاشی بکشیم، کلی بوم نقاشی روی این میز هست. قراره ماها یه سری کلمه انتخاب کنیم، این کلمه رندوم میدیم به یه نفر دیگه. قراره هممون نقاشی بکشیم، بعد اینکه نقاشی کشیدیم رأی بدیم، یعنی به کسی که نقاشی بکشیده به اون نقاشی امتیاز بدیم و در نهایت کسی که بیشتر امتیاز بگیره یه جایزه میبره. سلام. خب بریم که اول کلمات رو انتخاب کنیم و بعد بریم برای نقاشی کشیدن. بریم. با این مثلا نیستیم. با این اوه ماژیک داریم. مرسی. داری آره. خب من چی بنویسم؟ من ایده ندارم بچه‌ها. به من ایده بدین. این برنده. اوه. گرافیک نیست. چون اینو من نوشتم. دوازده است. حالا هممون این کلماتی که نوشتیم رو این تو بذاریم، بچه‌ها گذاشتن. یه تای دیگه هم بار بخوره. چشامون رو ببند، همه چشاشون رو ببندن. من اینو جابجا می‌کنم. من خودم هم نمی‌بینم. نگاه نمی‌کنم. خودم هم نمی‌بینم. چشام بسته است. من یادم باشه. خب. بعد بر خودمونم اومد که نباید. خب. حالا شیدا رندوم بعد چشتو ببند. رندوم بعد. بلند اعلام نکن کلمش چیه. اعلام نباید بکنم تا آخر ویدیو. اعلام کنیم یا نکنیم؟ نه نیازی نیست اعلام کنیم. اینم کلمه من. اوکی. این چی هست؟ چرا؟ سیاوش با اون نکش، با مداد بکش. با این نکشم راست میگم. اشتباه داشت میشد. داشت اشتباه میشد. ایمار ریخت تو ماستا. مداد کجاست بچه‌ها؟ مداد داریم هستی که. ما این مدادای خوشگل ایکیایی داریم. میخوام اینجا طرف بزنیم. خود ایدمون رو بگیریم اول که چجوری می‌خوایم بکشیم یادمون باشه. میداد مدادش من برم با کن بیارم سیاوش. برو. تو امتیاز چنجش شد. یه بیا بسپارش به ایمیجینیشن. ببین شاید اگه خرابم شد روش هی چند تا چیز بکشی ایرادی نداره، تهش که رنگ میزنی اصلا مشخص نمیشه. من با کن بیارم. آقا چیز نکن پررنگ کنم، چیزای پررنگ تر بکشیم. بچه چقدر وقت داریم؟ وقتی نیستش؟ با کن بده کردیم. نه با دست هم کافی کرد. من اشتباه کشیدم کلا اینطوری نه. خب بچه‌ها ما بود به چی بکشیم؟ من تموم شد. کارم زدم. تو زدی. خب با قلمون آره دیگه رنگ داری. تو چه اکتیو بودی؟ آره تو سری. این اکریلیک میشه؟ فرق نمی‌کنه؟ آره همونه، فقط مثلا فرقش اینه که میتونی رنگا رو مثلا بهتر ترکیب میشن. بعد اینکه خیس میمونن، زودم خوش نمیشه. اوکی. Let's go. حالا پلته بودم. قلمون میخوام. قلمون قلمون یکی بدید. عالیه. دلم خواست بک‌گراندش هم یه رنگ بزنم. با چیش کار کردن سخته؟
اینا آها سرشون خیلی قهوه‌ایه. خب روش سفید بزن که هوا چیز چی علامه اشتباهی علامه اشتباهی گرفتم من آمده. چند درصد پیش رفتیم؟ هیچ بوده خیلی سخت نگیریم بچه ها، خنده‌دار میخواد بشه، یعنی کنم پیکاسو بشیم. خنده‌دار نیست آخه بیادی با نمک بیشتر کیوته. این اصلا اون سابجکتی که حتی چیز بود نیست. چیزه چیه؟ نیوشا تو میگو چیه؟ رکماته؟ آره یکی از موجودات تو دایمنشن هاست ریکماتی هست نیمد روی اومده نتفلیکس. نتفلیکس نه ولی ما کار بیادبی آره از جاهای دیگه دید. نتفلیکس رو فبری مثلا میگن عجیبه ولی مثلا چند تا قسمتش عالی اینطوری ولی یکی دو قسمتشون وسط میبینی خوب نیست میدونم که داره پشتش خیلی چیز دیگر رو میزنه ها ولی حالا نکردم خیلی یعنی مفهومشون چیزی که نیست. یه چند تا قسمتش خیلی خوبه یه چند تا قسمتش فصل 6 هم رو بود دیگه واقعا هم آره دقیقا مثل فصل 6 که خیلی اینجوری کارشون از دست دادن دیگه. نه حالا یه سریش که اوکیه واقعا. اون هاوس آف کاردز آره دیگه دیگه. نابود شد سریالش بعد از مثلا من دیگه ندیدم اون سیزن آخرش به خاطر همین چی شده بود داستانش چیه؟ که همه رو مالیزه بود اینا رو بعد آخرش بگم سیاش یه بیفی چیزی بذاره. چقدر که من حرفه‌ای ام ولی خب آره تینر جلوی منو گرفت نگرنه آره دیگه من یه چیز خراب میکردم مشکل نبود. چون تا 5 دقیقه دیگه جمعش کنیم 4-5 دقیقه دیگه نه بابا اصلا شوخی نکنی. تو انگار خیلی کارت خوبه. خیلی من شما از من بهتر کشیدیم من مشخص از کجاش مشخصه؟ از اونجا از اینجا رو باید بوم بذاری آدم ویدیوهای بابراس اینا میبینیم که خب راحتی اینجا مثلا الان میگه درخت من اینجا خلق میکنم من الان هیچ غلطی نمیتونم بکنم اینجا من هر کشیدی که من نمیدونم چیه همون پشتش میخوای چی مشکلی که هیچکی نمیدونه چیه الان من مثل آمریکا هم کپی رایت نمیشه این؟ خیلی خوب میزنی خیلی خوب میزنی کپی رایت بعد کپی رایت بشه کلا بعد برداریم چرا من یه نشت دارن من کلا با یه قلم رفتم با یه قلم خیلی کارت درسته سیاوش باید دیگه اصلا امتیاز منو در شرایط سخت محاسبه باشه بود قلم بود؟ قلم بود خودت آره نخواستی اینجا بزن. به ما رفتی نداری. این چه آبی شده این چه سفیدی که آبی شده آره دست خوش بگیر. راست میگه این قلم نقاشی نقاشی چیز نیستش خیلی سخت میشه چی؟ این قلموی رنگ روغن نیست اه؟ آره فرقش چیه؟ قلم قواشه. میبینی چقدر چیز کرده اینا خوبه. یارو خودش نشون. اینا خوبه. آره طرف رنگ روغن رو اشتباهی اینه. آها. خب اونا قواشه.
همون میگم من جلومو یه چیزی گرفته یعنی بچه‌ها سخت مشغولن. کارگران مشغول کارگران مشغول کارم، بچه‌ها مشغولن. من کارم تموم شده. آره حوصله‌ام سر رفت. نقاشی منه به ما میگه زودتر تموم کن. اینجاست. ما رو مجبور کرد. نه از نمیذاره دیگه بذاره من اینجا میزو بردم. بهونه میارم. بهونه. نیستن کار کنم. خدایی قلمو گواش نگاه دادم. نگاه. اینا که نمیگم اینو نگاه کن. به من قلمو گواش دادم. حتما من 10 از 10 میگم. 60 ثانیه دیگه. نه 60 60 ثانیه. 120 ثانیه دیگه چونه نزنید. اصلا الان شد. نه دیگه 5 دقیقه. بذار آره 5 دقیقه. 5 دقیقه زیاده. 5 دقیقه. 5 دقیقه. بچه من خیلی جدی نگرفتم، شما خیلی جدی گرفتین. نقاشی دیگه. من جدی. مشکی بچه باز کردی؟ اینجا یه مشکی داره. همه زدن تو کار کریسمس و آهنگای فاینافت و اصلا ببین موضوع چیه؟ موضوع رو الان لو ندید. من کلمات بچه ها رو نمیدونم اما نقاشی‌هاشون رو تقریبی مجبور شدم ببینم، چون داشتم فیلم می‌گرفتم. آفرین. میگم آفرین، چیزی نشد. داریم مسخره میکنیم. نه خدایی همتون مشخص کار کرده این تجربه خیلی اصلا مهد کودک فعال بود. من مواظب از خط نزنم بیرون. واقعا نقاشی نمیدونم. تو اصلا از اون دستمالات هم استفاده نکردی؟ ببین من چقدر خفم بوده، اصلا هیچ استفاده نکردم. دستمال هم بده. خیلی تایم اضافه بودی زیر من. یعنی بیکاری. یه چیزی که گفتم نکنش اشتباه کشیدم. خیلی خوب شد. خیلی خوب اوه کشید. خیلی خوب. بچه تمیزکاری دیگه ولش کنید. نه دیگه آخرشه دیگه. من خجالت میکشم دیگه. دیدم کار اونا رو دیدم، واقعا خجالت میکشم. خجالت می‌کشیدم. نه نقاشی منم خوب نیست شیطه. من دستم خیلی رنگی شده. یعنی خیلی رنگی. انشالله که بحثتون بیره. من اگه از این باری سر بدم. یه دونه اونجا داریم. این اصلا ببین. یه دونه یه ذره خطش خوش بزن. اول کلمه رو نشون میدی، بعد نقاشی رو نشون میدی، میپرسی کی اینو، میپرسی کی این کلمه رو داده و بعد نفری که اینو داده، ولی رأیش حق نداری ببینی. بریم. خب فالوورزای عزیز موضوع این بود چیه؟ خرمست. خرمست. خرمست؟ بله. ولی اوکیه، خرمست هم بوده باشه. همونه. خب نقاشی هستم 5 ساله از فاساو. این نقاشیمه. اوه چه خرید. ولی واقعا من گیلاس چیزشه میدنم. خراب چیز باشه. قبلشه دیگه. خب. نگرفته. این کلمه رو بچه‌ها من گفتم و همین من این برگر رو برمی‌دارم و برای موجی یه امتیاز اینجا می‌نویسم ولی به خودش نمیگم امتیازش چنده. من اینجا امتیازم رو دادم ولی شما نمیدونید چیه. شیدا دیدی کلمه‌ش رو؟ تابلوش هم که دیدی امتیاز تو بنویس براش. قرار شد دیگه ادامه ندیم، تموم شده. تایمز آپ. بده امتیاز تو بده. اون بالا بنویس. اون برگه با قسمت. بذار بزنیم. ما نمیبینیم. خرمه است یا خرمه است. چیزم داشته باشه. بده امتیاز تو بده. من نمی‌دونم. 2000 year later. نیوشا؟ به نظر من موجی اینجا آف تاپیک شده. کجا آفتابی؟ خرم کجاش مست. مسته؟ نه خر قشنگه. مست نیست؟ خرش خودی خر. خر قشنگه. واقعا خره ها. خیلی امتیاز تو بده. نگاه نکن خودت امتیاز چنده. ببندش. خب بریم سراغ این. بچه‌ها این چیزی که به من دادن، تاپیکی که به من دادن چی بود؟ بوده گربه با عینک دودی.
اینو من دارم. آدیشو تو بدی؟ خب خودت شروع کن امتیاز بدی. خوب سود تموم کرده. آره تو هی گفتی ما خیلی خفنیم ما خیلی خفنیم. این گربه با اینک دودیه که یه دونه با توجه به چیزم داره. تایمی که خیلی زودم تموم کرده. من تقریبا 5 دقیقه زودتر تموم کردم. لیاقتشو داشتی. نمیخوای ببینی یه بار دیگه؟ بچه خدای من بهتر شما میتونستی بیشتر وقت بذاری و در جزئیاتش بیشتر کار بفرما امتیاز تو بده. امتیاز تو تو بده. پایین گرفتی های سیاوش. نه من بعد بشینم امتیاز. خب و امتیاز آخر خب بذارشون تو من نبینم بریم سراغ نیمیشا نشون بده. آره. این بوده؟ چی؟ زیزی گلو بابا نوئلی کی گفته این کلمه رو؟ من گفتم خب خودت اول نشون بده نقاشی تو به ما. خب امتیاز تو بده. خوشگله من چون با هم زیزی دوست هم بابا نویلا خیلی خوب شده رو پس زمینش هم حسابی کار کرده تازه خیلی خفن. نمکش خوب نبود. یه امتیاز از این کم میده. نه من خیلی دوستش خب امتیازشو بده. من بذار یه بار دیگه ببینمش. من امتیاز بدم. آخه بچه‌ها زیزیگلو بابا نوئلیه. میشه آخر بگیم که واسه کدوم بیشتر از همه دوست داشتیم؟ آره یعنی صرف نظر بزنیم. آره صرف نظر از امتیاز. خب بده من امتیاز بدم بهش. همه امتیاز بدیم. من دادم. خب بریم سراغ شیدا. سیدا. بابا نوئل لخت بابا نوئل لخت بی ادب. این کی بود اینو گفته؟ من گفتم. خب خیلی خوبه. کشیده. خدایی رسوند یعنی لخته بابا نوئل رسوند. اونارش یکم قناسه بیچاره منم بدم. سیمش مواظب باش رنگا خیسه نزنی به جایی لباس و جایی رو کسیف نکنی همش دیگه کاست هزینه است دیگه. منم بدم اینو امتیازو. بده من. دیدی مگه؟ خب بچه‌ها امتیازا اینجاست. من تو کادرم اینجا امتیازا اینجاست. آره. رندوم میخوایم ببینیم بریم بخونیم. اولی خودم بودم. گربه با عینک دودی چند شدی؟ 10 8 9 چند میشه مجموعش؟ میشه 19 و 8 27. 27. اصلا اینجا می‌نویسم سیاوش گرفت 27. بعدی زیزیگلو بابا نوئلی 28. 28. از من یه دونه بیشتر شده. واقعا؟ آره 28. بعدی خرمست. چرا بهش کم دادیم انقدر؟ من کم دادم. خرش قشنگ بود ولی مست نبود. مسته دیگه شروع کرده خدایی سر شب قشنگیه. بود. نه این سر شب بود تازه شروع کرده. بچه 25 گرفت. خدایی من کم دادم. از اینایی که میخوام ببرن دیگه. خب آخری الان برندمون نیوشه. واقعا. بچه من تو کادرم؟ آره بگی. خب بگیم بگیم. بابا نوئل لخت حدس میزنی چند شده؟ من میگم 30. من میگم کامل گرفته چون خیلی خوب شد. خیلی خوب. 29. 29. خب یه باری همه رو ببینیم. بچه این بود گربه با اینک دودی. من منظورم خرمست بود ولی خب خرمست اون یکیه. اینم میشه من واسه مدیر رو زیزیگلو بیشتر قاتل کنم؟ بابا نوئلی و بابا نوئل لخت. 26 چند داری؟ 7 با ویدیو تمام کنیم من یه صحبتی می‌کنم. نه خرش واقعا با نمکه. بچه‌ها فقط آفتابیک نشد. و قبل از اینکه دعوا تموم بشه دارن دعوا می‌کنن سر امتیاز و اینا باید بهتون بگم که به برنده ما قرار یه جایزه بدیم اما اینکه جایزش چیه توی ویدیو بعدی شما متوجه میشید چیه. گفتم من باید سم کنم تا ویدیو بعدی پس با ما میدونیم اونا نمیدونن. واقعیتش این قراره سورپرایز بشیم چون ویدیو بعدی جایزش مشخص نیست ولی مبلغش مشخصه که چی می‌خوایم بخریم. خب خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید همتون. شیدا بیا تو کات بیشتر لایک بذارید سابسکرایب کنید اون زنگوله رو هم بزنید حتما کامنت هم بذارید. کانالمون هم متاسفانه پاک شد دیگه معلومه دوباره بسازید پس حتما ساپورت هم کنید. خدا خداحافظ. چیزی